برای مشخص کردن فاصله ها دو تا کمیت اندازه‌گیری میشه. اولی نشون میده مقدار درجه و اسم فاصله رو. مثلا از نوت می فاصله سوم چه افزوده چه کاسته چه بزرگ و چه کوچک میشه نوت سل، چون سل از می درجه سومه. دومی مقدار پرده بندی، یعنی پرده و نیم پرده که شکل فاصله رو مشخص میکنه معلوم میکنه که فاصلمون بزرگ، کوچک، درست، افزوده است یا کاسته است. حالا با توجه به این اطلاعاتی که اینجا نوشتم میخوایم یه فاصله رو حساب کنیم. مثلا فاصله هفتم کاسته از نوت لا به مول. اول باید معکوس این فاصله رو در جهت برعکس بنویسیم. هفتم کاسته میشه دوم افزوده که 1.5 پرده است از نوت لا به مول. بعد این سل دوبل بمول رو از لا به مول حساب میکنیم و اینجا می‌نویسیم، میشه هفتم کاسته.